ارادت، فلاتر فورک شد. شاید به عنوان اولین ویدیویی که داریم توی این کانال انحصاراً برای یوتیوب درست میکنیم بگید که چقدر عجیبه این خبر و این ویدیو، چون کلا کانال ما در مورد فلاتره. ولی خب برید اینترو رو ببینید، بیایید ببینیم چه خبره. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب خودتون. این اولین ویدیویی که ما انحصاراً داریم برای یوتیوب درست میکنیم، یعنی ویدیوهای قبلی رو اگر دقت کرده باشید هم توی اینستا پست شدن هم توی یوتیوب. یه سریاشو مثلا پارسال توی اینستا گذاشتیم، امسال توی یوتیوب تازه پست شده. من زیاد هنوز به یوتیوب عادت ندارم، منظورم اینه که آپلود کردیم و این اولین ویدیویی که ما فقط برای یوتیوب داریم میسازیم. خیلی قراره فرق بکنه، برنامه زیادی هست برای یوتیوب. با حمایت شما همین الان لایک و سابسکرایب و شیر و سیوش انجام بدید. سیو نمیدونم داره یا نه، ولی خب کامنت بذارید حداقل، دمتون گرم. بریم سراغ اصل مطلب. آقا فلاتر فورک شده. اولین باری نیست که فورک میشه، تا حالا 20000 بار فورک شده. شما خودتون هم میتونید بری فورکش کنی از گیتاب، بیاری برای خودت یه دستگاهی روش انجام بدی. ولی چرا اصلا الان داریم راجبش ویدیو میسازیم؟ چون یه شخص خاصی اینو فورکش کرده و این یهو ترکید کلا توی کامیونیتی فلاتر. یهو بوم فلانی اومد فورک کرد با یه اسم عجیب غریب، با یه هدف عجیب غریب و یه دلیلی که میتونه قانع کننده باشه. بریم ببینیم داستان چیه. فلاتر رو کی فورک کرده؟ آقای متیو کرول، یکی از دیولپرهای سابقی که توی گوگل کار میکرد و روی فلاتر داشت کار میکرد. یعنی یکی از توسعه دهنده پروژه فلاتر بودی که الان نیست. حالا چرا نیست؟ جلوتر با هم دیگه بررسی میکنیم. چرا فورکش کرده؟ دلیل منطقی میتونیم بگیم داشته. اسم فورکی که از فلاتر کرده رو گذاشته فلاک، یا بهش میگه فلاتر پلاس. حالا چرا؟ بیاید توی سایتش، آدرس سایتش getflak.dev، واردش که بشید یک سری توضیحات میبینید با راهنمای نصب کانفیگ و استفاده از این فورکی که ایشون انجام داده با تیمش. حالا یه سری جزئیات اینجا نوشته که به نظر جالب میاد، بریم با هم دیگه ببینیم. نوشته که Flak is Flutter Plus. Flak is a fork of Flutter. Flak stays up to date with Flutter and also adds new community features. یعنی چی؟ یعنی آقا فلاتر که آپدیت میده، مثلا 3.27 که تازه اومده، ما هم آپدیت میشیم همزمان باهاش، ولی یه سری فیچرهای بیشتری هم براتون میاریم. خب تا اینجای کار میگی که خب دمشون گرم، چه حرکت باحالی دارن میزنن، هر سری که فلاتر آپدیت میده اینا هم دارن یه سری فیچر اضافه میکنن. ولی داستان اینجا ختم نمیشه. من دنبال اینم که ببینم چرا داره این کارو انجام میده. یعنی شما یه انگیزه‌ای باید داشته باشی که بیای فلاتر رو فورک کنی و خیلی روش تمرکز داشته باشی. استدلالایی که خودش داره میاره یا بچه‌ای که تو کامیونیتی ان دارن میگن منطقی هست تا حدودی. منم یه سریاشو قبول دارم. مثلا داره میگه که آقا اون کامیونیتی فلاتر که الان دارن از فلاتر استفاده میکنن، نسبتشون خیلی خیلی بیشتر و بالاتر نسبت به حدوداً 50 نفر که دارن کلا روی پروژه فلاتر توی گوگل کار میکنن و اینا نمیتونن نیازهای کامیونیتی فلاتر رو برطرف کنن. شخصا به عنوان یک فرد کم تجربه من این قضیه رو قبول دارم. آقا نسبت دیولپرهای فلاتر به 50 نفری که حالا حدوداً 50 نفر طبق گفته خودش توی گوگل مشغولن و روی فلاتر دارن کار میکنن، یه عددیه که مثلا میشه چند صد هزار نفر. خب و این قضیه رو ما اصلا نمیدونستیم. شاید من خودم نمیدونستم که 50 نفر توی گوگل دارن کار میکنن و توی مقاله‌ای که خودشون نوشته بود خوندم. ولی داستان از کجا مثلا چیز بود که شما اصلا پی آر هر چی بزنی تیم فلاتر گوگل اصلا قبول نمیکنن. فکر کنم یک در مثلا 10,000 بشه چی بشه یه پی آر بزنی شما قبول کنن ازت. این قضیه رو من خیلی باش همیشه مشکل داشتم. میگفتم که خب اصلا چرا؟ یعنی مایکروسافت اگر جای گوگل بود به نظرم قبول میکرد، چون خیلی داره بهتر توجه میکنه به کامیونیتی و پی آر ها مخصوصا. ولی چیزی که بوده تو این چند سال که حالا من دارم فلاتر کار میکنم و درستم نشده فعلا، بعید میدونم با این سیاست هم بخواد درست بشه، همینه که توجه نمیشه به این پی آر ها و به خواسته کامیونیتی. یعنی خود تیم فلاتر میگن خب آقا بیایم مثلا این فیچر اضافه کنیم، ولی 10,000 نفر از کامیونیتی بگم فلان کارو کن، خیلی احتمالش کمه. بوده ها، ولی به نظر من اگر هم انجام شده چیزی که خودشون هم مثلا به این نتیجه رسیدن که آره فلان مشکل بیایم درست کنیم یا فلان فیچر رو اضافه کنیم. یعنی خودشون ما یه حالت دیکتاتوری که ما هر چی بگیم درست میکنیم. این قضیه هست. میگن که گوگل فلاتر رو ول کرد. منم قبول دارم تا حدودی این حرفو، ولی تا یه حدی هم میتونم بگم که خب ولش نکرده.
خودش ارتقا نداده. ببینید تو این چند سال اصلا کاری به کامیونیتی جهانی هم نداشته باشید، توی کامیونیتی ایران خودمون خیلی اومدن سراغ فلاتر و این جمعیت برنامه نویسای فلاتر یه رشد خیلی صعودی تند داشته، ولی به همین نسبت گوگل نیومده تیمش رو ارتقا بده. یعنی مثلا شما حساب کن که قبلا 70 نفر توی گوگل توی تیم فلاتر بودن، الان شده 50 نفر، یا اصلا نه همون 50 نفری که قبلا بودن هستن. طبیعتاً باید تیم فلاتر توی گوگل بزرگتر بشه که جواب نیازهای این عدد و این حجم از کامیونیتی رو بتونه بده، که این اتفاق نیفتاده و داره به این قضیه خونده میشه که خب اوکی گوگل فلاتر رو کلا ول کرده. بعیده که فلاتر رو ول بکنه چون خیلی داره میترکونه. حالا یه سریا خوشحالن که میگن آقا فلاک اومد، یه ذره چشم از فلاتر گوگل بگیره که مثلا گوگل حواسش رو جمع کنه به فلاتر، ولی گوگل اگر میخواست فلاتر رو ول کنه ول میکرد. نظر شخصی منه، یعنی منتظر این نیست که بیاد مثلا یه نفر که قبلا خودش تو گوگل بوده فورکش کنه یا یک شخص دیگه، اصلا کاری نداریم. فلاتر اوپن سورس اصلا خیلی وقتی که میتونی فورکش کنی، هر کاری میخوای باش بکنی، ولی چرا ولش نکرده تا الان؟ چون یک سری از سرویس های گوگل هم با فلاتر توسعه داده شدن. کاری به خفن ترین اپلیکیشن های شرکت های مختلف هم من ندارم. اصلا دارم میگم خود گوگل یه سری اپ داره که با فلاتر درست شده. نصبش هم چیز خاصی نداره بچه‌ها. فلاتر ورژن منیجر رو همون FVM خودمون نصبش کنید و کانفیگش کنید، اوکی، میتونید تستش کنید. فرقی داره یا نه؟ سوالی که ممکنه الان تو ذهنتون باشه، چه فرقی داره با فلاتر من نصبش کنم؟ من چیزی که الان دیدم هیچ فرق خاصی نداره، چون نوعه، میدونی، فورک تازه انجام شده و ایده نوع تیم هنوز اصلا نرسیدن یه چیز خیلی خفن رو کنن که بگیم اوکی ما بریم سراغ فلاک. فلاتر دیگه ارزش نداره که بمونی روش، سویچ کنیم رو فلاک. خب و پروژهتون هم اونقدر قرار نیست خب مثلا آسیب بهش برسه دیگه، چون فورک همونه، چیزی از فلاتر هم کم نمیکنن، یک سری مواردش رو فیکس میکنن، یک سری فیچر هم اضافه میکنن. نهایتا شما مثلا یه ریز بخوای یه ریفکتور انجام بدی، بعید میدونم بیشتر از این بخواد روی پروژهتون وقت بگیره. من حقیقتا روی پروژه‌ای که قبلا با فلاتر ساختم نیومدم تستش کنم، ولی فعلا فرق بزرگی نداره که بگیم آقا این اومد فلان فیچر رو آورد فلاتر نداشت، دم فلاک و بچهای فلاک گم. این از این قضیه. به عنوان نتیجه گیری و نظر شخصی خودم راجع به این اتفاق فورک شدن و این جنجالی که یه ذره به پا کرد تو کامیونیتی و این رقابت نامحسوسی که بین فلاک و فلاتر الان توی جریانه، به نظر من اتفاق خوبی نیست. یعنی ضررش بیشتر از سودشه و ضررش برای کیه؟ بیشتر برای کسی که تازه میخواد بیاد فلاتر رو شروع کنه، یاد بگیره، یهو به گوشش میرسه که فلاک هستا، فورک فلاتر خیلی هم خفن‌تره، مثل اینکه قراره بیشتر روش وقت گذاشته بشه، برو فلاک رو یاد بگیر. اینا جفتشون یکی هم بچه دیگه، فرق خاصی من گفتم ندارم با هم، ولی اسم فرق میکنه، فلاک فلاتر. خب و شما بین دو راهی گیر میکنی به عنوان کسی که اصلا تازه میخوای بیای سراغ فلاتر، بعد میگی که این فورک شده اسمش شده فلاک، میگن یه سری فیچر جدید داره برم سراغ این، و میمونی این وسط بلا تکلیف میمونی که من چیکار کنم، برم سراغ فلاک یا نه. نکته بعدی هم که هست راجع به فلاک اینه که خب شما از کجا میدونی که این تا کی قراره پشتیبانیش انجام بشه، کی پشتوانشه؟ و این قضیه خب یه ذره آدمو میترسونه که بره سمت فلاک، کلا با فلاک کار کنه، چون الان این دوتا شبیه همن. فلاتر خیلی شبیه فلاکه، بعداً در آینده این مسیر هی بازتر میشه و اختلافات و تفاوت‌هایی که این دوتا با هم دارن خب میتونه خیلی بزرگتر بشه و خب طبیعی هم هست یه کامیونیتی کلاً جدا دارن روی فلاک کار میکنن. اما من سوالم اینه که خب ما میدونیم که گوگل پشت فلاتر و داره ازش پشتیبانی میکنه، اگر یک روزی بخواد کلاً پروژه فلاتر رو متوقف کنه، این رو خیلی رسمی میاد اعلام میکنه و ما این رو با یک آمادگی قبلی میدونیم. یعنی سر تمام پروژه هایی که ما داریم یا پروژه هایی که بقیه دارن بلای خاصی نمیاد. تو میدونی که خب اوکی فلاتر گفته من تا فلان تاریخ ازش دیگه پشتیبانی میکنم، بعد از اون دیگه تمام. مثل اتفاقی که واسه زامارین افتاد. خب زامارین دلیل خودشو داشت البته ها، من کاری ندارم، فقط میگم که مایکروسافت هم از 2-3 سال قبلش گفت آقا ما تا فلان تاریخ پشتیبانی میکنیم. فکر میکنم تا 2025 بود
درست یادم نیست. کاری نداریم به زامارین. به هر حال گوگل پشت فلاتره و اگر یک روزی بخواد کلا متوقفش کنه با یک آمادگی قبلی این رو به همه اعلام میکنه و همه چیز شسته رفته انجام میشه و 100% از نظر من یک جایگزین خوبتر براش پیشنهاد میده. دقیقاً باز بخوام مثال بزنم، زامارین بود به جاش دات معایی معرفی شد، یعنی یک جایگزینی که خیلی بهتره. ولی فلاتر قرار نیست که بلایی که سر زامارین اومد سرش بیاد. من اینو باز تاکید کنم، چون زامارین از اول مشکل داشت و هیچ جوره نمیشد درستش کنه مایکروسافت. یعنی هر چی تلاش کرد که اینو درستش کنه، این پرفورمنسش رو مخصوصا یه کاری بکنه که این بیاد تو رقابت، دید نمیشه. کوبید از نو ساخت دات معایی رو داد بیرون. ولی فلاتر همین الان واقعا توی موبایل، توی اندروید و iOS حرف زیاد داره برای گفتن. یعنی پرفورمنسی که داره نسبت به نیتیو واقعا ناچیزه. اختلافی که این دوتا دارن فوق العاده است. اما به هر حال به عنوان برنامه‌نویس باید همه گوشه ذهنمون اینو داشته باشیم که هیچ ابزاری هر چقدر که خفن باشه قرار نیست تا آخر عمر خفن ترین باقی بمونه و بهترین انتخاب باشه. بعضی جاها شما نیازی که سویچ بکنی. فعلا برای فلاتر این اتفاق نیفتاده، بعیده که بیفته، حداقل تا 2027 2028، مگر اینکه بعد از اون سال دیگه گوگل اصلا چیزی رو نکنه واسه فلاتر، یعنی برگه برنده دیگه نداشته باشه، بقیه رقیبا بتونن به سرعتش برسن، به امکاناتش برسن، بعدش جلو بزنن که اونجا بگیم خب اوکی دیگه برای پروژه جدید بریم سراغ مثلا فلان ابزار. اینم از این. بچه‌ها دمتون گرم که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. یه نکته این وسط بهتون بگم که تمام مواردی که من توی ویدیو اشاره کردم یا نظر شخصی خودم بود، مخصوصا اونجایی که دارم نکات مثبت و منفی اتفاقو میگم، یا از مقاله‌ای که حالا خود آقای کرام منتشر کرده، یه سری مقاله دیگه که توی سایت مدیوم و سایت مرجع هست اومده. جمله چرا اینجوری تمام شد؟ آره. و حتما توی بخش کامنت نظر خودتون رو بدید راجع به این اتفاق، اصلا خوبه یا نه کلی. اینکه فلاک اومد این وسط یهو فورک شد و کی پشتش و در آینده قرار چی بشه؟ آیا روزی میرسه که ما کلا مهاجرت کنیم بریم سراغ فلاک؟ گوگل هم یه نفس راحت بکشه از دستمون یا نه؟ مثل همیشه دمتون گرم بابت حمایت همیشگیتون. ارادت، خدا نگهدار.